عالی بود. متشکرم، ممنونم. خیلی خیلی خوشحالم که امروز در کنار شما عزیزان هستم. مارشال ماکلورن متخصص ارتباطات میگه که نمیدونم کی آبو کشف کرده، اما مطمئنم که ماهی این کارو نکرده. نکته که تو این حرف هست اینه که ماهی چون توی آبه قدر آبو نمیفهمه. زمان حاضر بهترین زمان در تمام تاریخ بشره. از لحاظ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بسیار پیشرفت کردیم. ما حقیقتاً در دوران طلایی زندگی میکنیم. قرن 21 برای بسیاری از افراد و کشورها دوران شکوفایی و رونق اقتصادیه. امید به زندگی در میان مردم به خصوص در کشورهای پیشرفته بیش از گذشته شده و به سرعت هم در حال افزایشه و این نوید زندگی سالم و طولانی رو به ما میده. انسان‌ها سالهای سال آرزوی همچین زندگی رو داشتن، اما مشکلات کوچیک انقدر ما رو مشغول کرده که متوجه نیستیم چه شرایط خوبی داریم. من و شما در جهت بهتر شدن شرایطمون تلاش میکنیم. در این مدت که با هم هستیم میخوایم روش‌هایی رو بهتون بگیم که خیلی از افرادی که از صفر شروع کردن با استفاده از این روش‌ها تونستن افراد خیلی موفقی بشن. اگه به جامعه امروز نگاه کنید میبینیم همه از صفر شروع کردن. پس اگه شما هم میخواین تازه از صفر شروع کنین، درها براتون بازه. همه از صفر شروع کردن، پس میشه از هیچ چیز شروع کرد. به ثروتمندترین آدمای دنیا نگاه کنین، اونا کیان بررسی میکنیم. بیل گیتس وقتی شروع کرد یه دانشجوی اخراجی بود با یه ایده و تازه چند بارم شکست خورد. مایکل دل یه دانشجو بود که تو خوابگاهش کامپیوتر میفروخت. گلوری آلیسون با شرکت نرم افزاری کوچیک شروع کرد و وارن بافت با شرکت سرمایه گذاری شروع کرد. اون در 8 سالگی بطری آب و 10 سالگی آب نبات میفروخته تا خرجشو در بیاره. اینا آدمایی هستن که با هیچی شروع کردن، صفر بودن ولی در پایان موفق شدن. فقط یکم تلاش میخواد. خب حالا من و شما هم باید مثل اونا بشیم. دانشگاه هاروارد به تازگی 3 تا پیش بینی کرده. اولین پیش بینیش اینه که در سالهای آینده تغییرات زیادی رخ میده. دوم این که در سالهای آینده رقابت در بازار بیش از گذشته میشه و سوم این که موقعیت‌های بسیاری در آینده به وجود میاد، موقعیت‌های متفاوت از اونچه امروز داریم. خب من شغلمو خیلی ساده شروع کردم و همون ابتدا با اصولی آشنا شدم که میخوام براتون توضیح بدم. یکی از اون اصولی که یاد گرفتم و در قرن 21 بسیار مهمه، اصل مرز پیروزیه. اصل مرز پیروزی. این اصل به ما میگه تفاوت‌های کوچیکی که در توانایی هست باعث به وجود اومدن نتایج بسیار متفاوتی خواهد شد. تفاوت‌های کوچیک در توانایی‌مون خیلی مهمه. مثلا مردم از گذشته‌های دور مرغ سوخاری درست می‌کردن، اما یه نفر پیدا میشه و برای درست کردن مرغ سوخاری چند تا ادویه رو که همه جا هم پیدا میشه با روش خاصی میاد مخلوط میکنه و با اونا مرغو میپزه و اینطوری صاحب یکی از بزرگترین رستوران‌های زنجیره‌ای دنیا میشه. تفاوت‌های کوچیک باعث به وجود اومدن تفاوت‌های حیرت انگیزی میشه. امروز ما میخوایم راجع به این ابزارها صحبت کنیم و این ابزارهایی هستن که تمام افراد موفق استفاده کردن. سالها پیش وقتی دبیرستان میرفتم درباره فرماندهان بزرگ جنگ مطالعه کردم. راجع به اسکندر مقدونی، ناپلئون، سزار و کلی دیگه از ژنرال‌های بزرگ که از زمانهای گذشته تا قرن 20 زندگی می‌کردن. من درباره جنگ‌ها و داستان‌های اونا کلی کتاب خوندم. چیزی که فهمیدم این بود که رهبران بزرگ اونایی بودن که تونستن پیروزی‌های بسیار بزرگی دور از سرزمینشون در برابر مشکلات به دست بیارن. فروشنده های امروز هم باید اونا رو الگوی خودشون قرار بدن تا به پیروزی های بزرگ برسن. این فرمانده ها از استراتژی های نظامی خاصی استفاده میکردن. از سالها پیش، یعنی 300 سال قبل از میلاد، این استراتژی ها شناخته شده بودن، دسته‌بندی شده بودن و توی مدارس نظامی تدریس میشدن. و حتی الان هم توی تمام ارتش‌های دنیا به عنوان استراتژی هایی که باعث پیروزی میشن تدریس میشن. بهترین فرمانده ها اونایی بودن که به نحو احسن از این استراتژی ها پیروی میکردن. دلیلی که من از این موضوع خوشم میاد اینه که چطوری میشه از این نوع تفکر و استراتژی برای موفقیت بیشتر توی فروش، تجارت، بازاریابی، خانواده و تمام چیزایی که ما میخوایم توی زندگی بهش برسیم استفاده کرد. من متوجه شدم با کمی تغییر، یا بهتره بگم تغییر اهداف این اصول، میتونیم اونا رو توی زندگیمون برای به دست آوردن نتایج بهتر استفاده کنیم. چون با استفاده از این اصول میشه بهتر فکر کرد، بهتر تصمیم گیری کرد و نتیجه بهتری هم به دست آورد.
وقتی کسی رو میبینید که عملکردش خوب نیست، دلیلش اینه که تفکر خوبی نداره، تصمیم‌های اشتباه میگیره و انتخاب‌های نادرستی داره. طرز فکر اشتباه اون در نهایت باعث میشه به نتایجی برسه که باب میلش نیست، چون توانایی تفکر صحیح رو نداره. پیتر دراکر میگه در جامعه امروز ما تنها توانایی که ارزشمنده توانایی یاد گرفتن مهارت‌های جدید و بهبود روش تفکرمونه، چون هر چیز دیگه ای ما میدونیم یا انجام میدیم سال به سال کهنه‌تر میشه. استفان کاوی میگه نصف اطلاعاتی که هر فرد توی زمینه کاریش داره تنها 2 سال و نیم به دردش میخوره، یعنی نیمی از اطلاعات شما بعد از 2 سال و نیم دیگه کارایی نداره. اطلاعات جدید میاد جایگزین میشه. وقتی بعضیا با ناراحتی میگن که درآمدها کم میشه، اونا همه مردمو نمیبینن. اگه اونا آدمایی رو ببینن که مثل شما مرتب قابلیت‌ها و توانایی‌هاشون رو افزایش میدن، میبینن که درآمدشون بیشتر میشه. اما اونایی که اینطوری نیستن درآمدشون کم میشه و متاسفانه 80% مردم تو دسته دوم قرار دارن. برای همین درآمدشون کم میشه. اما هیچگاه تو تاریخ کشورهای مختلف تا این حد افراد ثروتمند با پتانسیل ثروتمند شدن وجود نداشته. همین ما رو به یه سری اصول که من برای شما جمع کردم میرسونه. خب اولین اصل اینه. قبلش یه سوال میخوام ازتون بپرسم، چند نفر اینجا برای خودشون کار میکنن؟ خب با این سوال چرا میخواستم بگم؟ همه برای خودشون کار میکنن و من خوشحالم. شما هم متوجه شدین، چون یکی از نقاط عطف زندگی من وقتی بود که فهمیدم بزرگترین اشتباهی که ما میتونیم مرتکب بشیم اینه که فکر کنیم برای کسی دیگه غیر از خودمون کار میکنیم. همه ما برای خودمون کار میکنیم. ما از زمانی که اولین کار رو میگیریم در تمام دوران شغلیمون برای خودمون کار میکنیم. حتی اگه شخص دیگه ای چک حقوق شما رو امضا کنه، شما بازم برای خودتون کار میکنید. خب با این حرفا منظورم این بود که وقتی فکر کنید برای خودتون کار میکنید، خودتون رو مسئول شغلتون و تمام زندگیتون میدونید. حالا با من تکرار کنید: من مسئول هستم. این تفکر انسان‌های موفقه و این یکی از مهمترین ابزارهای فکری در جهانه. یعنی اینکه فرد فکر کنه جایی که کار میکنه برای خودشه و خودش صاحب شرکتیه که توش کار میکنه. این باعث موفقیت شما تو اون شرکت میشه. حالا به این چیزی که میگم توجه کنید. اگه مدیری بخواد در شرکتش کسی رو انتخاب کنه یا کارمندش رو ارتقا بده، در جستجوی چه کسی باید باشه و باید کی رو انتخاب کنه؟ کسی که همیشه دیر سر کار حاضر میشه و به کارش علاقه نداره، یا کسی که فکر میکنه شرکت برای خودشه، زود میاد، بیشتر کار میکنه، دیر میره و به شرکت اهمیت میده؟ مسلماً کسی که قلبش برای کار میتپه در اولویت و قطعاً پیشرفت میکنه. خب توی جلسه شخصی بود که مدیری شرکت حمل و نقل بود. همونطوری که میدونید این شرکت‌ها 2 تا کار میکنن. اول اینکه کامیون اجاره میدن و دوم اینکه با شرکت‌های دیگه قرارداد میبندن و کارهای حمل و نقلشون رو انجام میدن. مدیر فروش این شرکت داشت با شرکت خیلی بزرگ چند میلیاردی برای اجاره کامیون و بستن قرارداد حمل و نقل مذاکره میکرد. توی این جلسه مدیر کل، مدیر مالی و همه کسایی که برای قرارداد لازم بود اونجا بودن و داشتن راجع به جزئیات کار صحبت میکردن. توی وقت استراحت نماینده شرکت خریدار به مدیرعامل شرکت حمل و نقل میگه: این مدیر فروش شما که داشتم باش مذاکره میکردم، اون یکی از کارمندای شماست، اما اینو میخوام بدونم که توی شرکت شما هم سهمی داره؟ و بعد مدیر برمیگرده جواب میده که ببخشید منظورتون چیه؟ میگه هر وقت من باهاش صحبت میکنم فکر میکنم این آقا تو شرکت سهیمه و از این قرارداد نفع میبره، چون همیشه میگه کارمندای من، کامیون من، قسمت حسابداری شرکت من، مکانیک های من اون جوری حرف میزنه که انگار شرکت مال اونه. حالا اگه بخوایم یه جوری هم قضاوت کنیم، اون تو شرکت سهیمه، مگه نه؟ مدیر عامل میخنده و میگه اگه اینجوری میگه حتما همینطوره، این شرکت مال اونه. بعدم میگه که میدونستم برمیگرده تا قرارداد نهایی رو ببنده. این آقا یکی از بهترین مدیران فروشه که حقوق خیلی بالایی میگیره و بسیار مورد احترامه، چون طوری کار میکنه که انگار شرکت خودشه و وظیفه خودش میدونه برای شرکت با جون دل کار کنه. کارمندای خوبونایی هستن که از اموال شرکت مراقبت میکنن. اونا حتی یه کلیپس کاغذ رو که روی زمین افتاده برمیدارن، چون نمیخوان پول شرکت رو هدر بدن. یه داستان جالب است که شنیدنش خالی از لطف نیست. من برای IBM کار میکردم و اونا محل سخنرانی من رو تغییر داده بودن و منم دقیقاً اون سر کشور بودم و نمیدونستم سمینارم کجاست. برای همین حدود ساعت 7 با اونا تماس گرفتم، اما IBM ساعت 4 بود. من که تماس
تماس گرفتم یکی گوشی رو برداشت و من بهش گفتم که ببخشید من قراره فردا یه سمینار داشته باشم اما نمیدونم کجاست، چون اونا محل سمینار رو تغییر دادن و احتمالاً فراموش کردن به من بگن. اون به من گفت که پیگیری میکنه و شماره‌مو گرفت تا با هم تماس بگیره. حدود 30 دقیقه بعد با من تماس گرفت و گفت سمینار کجاست. گفت من با مسئولش صحبت کردم، معلوم بود داره یه چیزایی رو یادداشت میکنه. بعدم بهم گفتش که شما میتونید به راحتی اونجا بیاین، همه چیز برای شما هماهنگ شده و از این حرفا. من تشکر کردم. وقتی به تفاوت ساعت دقت کردم گفتم که شما تا دیر وقت کار میکنید؟ اون گفت من همیشه این موقع کار میکنم چون تو تیم نظافت هستم. گفتم تیم نظافت؟ گفت آره نظافت دفتر به عهده منه. من گفتم ممنونم که کار منو راه انداختی، اما چطور به این کار رسیدگی کردی؟ اون گفت توی آی بی ام هر کی تلفن رو جواب میده باید به اون کار رسیدگی کنه. نه مثل بعضی از دوستان که یه سره میگن این به من مربوط نمیشه، به من چه، حالا بعدن زنگ بزن رفیق و بق. این مسخره بازی ها رفتار آدمایی که مثل بچه‌ها یه سره نق میزنن و هیچ آینده‌ای ندارن. اما اونایی که به آیندهشون اهمیت میدن مسئولیت پذیرن. اگه تلفنی رو جواب بدن میگن این شرکت منه و اگه مشکلی دارین من کمکتون میکنم که مشکلتون حل بشه. این طرز فکر به شما کمک میکنه تو شغلتون پیشرفت کنین و زندگی خوبی داشته باشین. یادتون باشه موقعیتی که داریم به خاطر طرز رفتار و طرز فکرمونه و اگه طرز فکرمون رو عوض کنیم زندگیمون عوض میشه. و این اولین قانون بحث امروزمونه که بهش میگن قانون شناسایی هدف. قانون شناسایی هدف. قانون شناسایی هدف یعنی این که بدونیم دقیقاً هدفمون چیه، اینکه دقیقاً بدونیم چی هستیم و تو زندگیمون چی میخوایم. خب پس ما باید بدونیم هدفمون چیه و این هدف رو خوب بشناسیم و کاملاً هم با اون آشنا بشیم. چند سال پیش یکی از دوستان خوبم به من گفت انگیزه های درونی ما محرک های ما در دنیای خارجه، یعنی همه چیز در درون ما شکل میگیره و نمود خارجی پیدا میکنه. به نظر من این نکته بسیار مهمی درباره خودمون و زندگیمونه. وقتی ما میخوایم هدفمون رو تعیین کنیم اولین چیزی که بهش توجه میکنیم ارزش هامونه، چون ارزش ها شخصیت ما رو شکل میدن. ارزش ها در واقع خود واقعی ما هستن. خب ممکنه بگید ارزش های من چیه؟ چطور میتونم اونا رو بشناسم؟ و یکی از مهمترین کارهایی که شما میتونید انجام بدید اینه که از خودتون بپرسید اگه من یه فرد کامل بودم چه ارزش هایی داشتم و اگه من یه فرد کامل بودم ارزشام چیا بودن؟ دوست داشتم بقیه راجع به من چی بگن؟ یکی از چیزایی که من همیشه میگم اینه که باید ارزشاتون رو کاملا بشناسید. چیزایی که براتون مهمه رو بشناسید. همچنین ترتیب اهمیتشون رو هم بدونید. کدومشون براتون مهمتره؟ چون همیشه ارزشایی هستن که اهمیت بیشتری نسبت به بقیه ارزش‌ها دارن. به عبارت دیگه ارزش‌های مهمتر نسبت به بقیه اولویت دارن. پس در مورد ارزش‌ها ما باید بدونیم ارزش‌هامون چیه. ایدئالا کدوما هستن و مهمترین ارزش‌ها و ترتیب اهمیتشون رو مشخص کنیم. خب حالا فرض کنید که 2 نفر داریم که ارزش‌ها یکی از اونها خانواده، سلامتی و موفقیت مالیه. خوب شد 3 تا دسته. آیا اینا ارزش‌های خوبی هستن؟ بله، ارزش‌های خوبی که ترتیب درستی هم دارن، چون باعث بهبود کیفیت زندگی میشن. کسی که با این ارزش‌ها زندگی میکنه کیفیت زندگیش خیلی عالیه، چون خانواده بالاتر از سلامت و سلامتی بالاتر از موفقیت قرار داره. یه نفر دیگه هم هست که اونم همین ارزش‌ها رو داره، اما ترتیب اونا اینجوریه: اول موفقیت، بعد خانواده و بعد سلامتی. حالا به نظرتون این 2 نفر چقدر تفاوت دارن؟ تفاوتشون کمه یا زیاده؟ اگه قرار باشه با یکی از این 2 نفر دوست بشید کدومو انتخاب میکنید؟ نفر اولو یا دومی رو؟ نفر اولو، چون نفر دوم موفقیت مالی رو مهمتر از همه چیز میدونه و این اشتباهه. خب شما چطور میتونید بفهمید ارزشاتون چیه؟ وقتی من جوان بودم و فلسفه میخوندم این موضوع که چطور ارزشامون رو شناسایی کنیم خیلی برام مهم بود. به نظر شما چطور میشه فهمید ارزشای یه نفر چیه؟ جواب اینه که فقط از روی رفتارش. جواب آرزوها و امیال و چیزهایی که به زمون میارن و مینویسن نیست، بلکه فقط رفتار اوناست که ارزشهاشون رو تعیین میکنه و بهترین زمان برای تعیین ارزشها زمانیه که تحت فشار باشین. وقتی تو این شرایط قرار داشته باشین انتخاب خوبی هم دارین.
همیشه ارزش رو انتخاب میکنید که بیشترین اهمیت رو براتون داره. یه جمله بسیار معروفی از افلاطون هست که میگه شرایط انسان رو نمیسازه، بلکه باعث میشه انسان خودش رو بهتر بشناسه. انسان خودش رو بهتر بشناسه. پس انتخابای شما وقتی تحت فشار هستید نشون دهنده ارزشاتون هستن. وقتی مجبورید که یکی رو انتخاب کنید، کار یا خانواده یا سلامتی، اون چه که انتخاب میکنید به شما میگه که ارزشاتون چیه. صحبت راجع به ارزش‌ها راحته. ببینید موقع عمل کدوم یکی از ارزش‌ها رو انتخاب میکنه. خب حالا به راحتی میشه فهمید اگه یه نفر از زندگیش ناراضیه، علتش اینه که ارزش‌هاش و زندگیش با هم تعارض دارن. یکی از سریع‌ترین راه‌ها برای یافتن شادی در زندگی اینه که فرد زندگیشو بر اساس ارزش‌ها پایه‌گذاری کنه و بگه این مهمترین ارزش تو زندگی منه و اون هدفو فدای هیچی نمی‌کنم. انسان‌های بزرگ هیچ وقت ارزش‌هاشونو فدای هیچی نمی‌کنن. انسان‌های معمولی به خاطر منافع کوتاه مدت ارزش‌هاشونو کنار میذارن، اما انسان‌های بزرگ تسلیم نمیشن. پس در فروش هم باید مثل اونا رفتار کرد و به یه نقطه خیره نشد. بعضی وقتا لازم ارزش‌ها رو تغییر داد و به خاطر منافع بهتر چشماتون رو از یه هدف بردارید و به هدف‌های خیلی بزرگتری برسید. هدفهای بزرگ، مهم و بلند پروازانه‌ای که شما رو در فروش هر روز موفق تر میکنه. چون شما انسان معمولی نیستید، چون شما قرار اوضاع رو تغییر بدید و این تغییر باعث رابطه های بهتر خواهد شد. پس فقط به منافع کوتاه مدت فکر نکنید، چون باید حرکتتون رو به جلو باشه و به هدفهای با ارزش فکر کنید. خب پس ارزش‌های شما چیه؟ این مرحله‌ایه که هسته شخصیت شما رو شکل میده. تو کارم به عنوان نماینده شرکت باید ارزش‌های شرکتتون رو بشناسید. رویای شما برای آینده‌تون چی هست؟ نکته‌ای که در رابطه با این موضوع هست و درباره‌اش صحبت می‌کنیم ایدئال سازیه. ایدئال سازی به شما میگه رویای شما در آیندهتون چیه و در 5 سال آینده به چه چیزایی میخواین برسین. اگه یه چوب جادو داشتین و میتونستین هر کاری بکنین، 5 سال آینده دوست داشتین چه زندگی داشته باشین؟ کار و خانوادتون چطوری باشه؟ دوست داشتین با کیا باشین؟ درآمدتون چقدر باشه؟ میخواستین زندگیتون چطور باشه؟ میخواستین تو چه شرکتی کار کنین؟ پس ایدئال سازی به شما میگه اگر هیچ محدودیتی نداشتین و پول و زمان کافی و ارتباطات مناسب و تحصیلات عالی و تجربه زیاد و خلاصه هر چی خواستین داشتین، چی کار میکردین؟ زندگیتون رو چه شکلی میساختین؟ و جواب به این سوالها خیلی مهمه. جواب شما به این سوالات رویای شماست. نکته ای که اینجا هست اینه که اگه شما دقیقاً بدونید هدفتون و رویاتون چی هست، شانس رسیدن به اون 10 برابر بیشتر میشه. پس اطلاعات دقیق از این موضوع خیلی مهمه. چیزی که ما رو عقب نگه میداره اینه که همیشه میگیم که آخ مشکل دارم، بدهی دارم، بدبختم، تو کار خانواده‌ام مشکل دارم، واو 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 واو. و اتفاقی که میفته اینه که رویاهامون رو فراموش میکنیم. اما انسان‌های بزرگ اینطور نیستن. مطالعه‌ای که روی 3300 انسان موفق انجام شده نشون میده یکی از ویژگی‌هایی که تمام این انسان‌ها بدون استثنا داشتن این بوده که اونا تصور مشخص و روشنی از چیزی که میخوان بهش برسن دارن و هر روز هم برای رسیدن به اون تلاش میکنن. پس خیلی مهمه که بدونید کی هستید، ارزش هاتون چی هستن و ترتیب اهمیت اونا چیه و اینکه دوست دارین آیندهتون چطور باشه و نذارید افکار منفی بیاد. قسمت سوم اینه که از خودتون بپرسین مأموریتتون چیه؟ مأموریت شما چیه؟ من یه سال تعطیلات سال نو رو با ویندایر بودم. ویندایر رو که میشناسید. من هر سال تعطیلات کریسمس رو میرم جنوب و یه سال ویندایر رو اونجا دیدم. ویندایر یه جمله خیلی قشنگ داره که میگه هر بچه‌ای که به دنیا میاد از طرف خدا یه مأموریت داره. اون معتقده هر شخصی مأمور یه کاریه. هر شخصی مأموریتی داره. هر شخصی مأمور کاریه و باید این کار رو به درستی انجام بده. یکی از آلبرت اینشتین پرسید هدف از زندگی انسان چیه و اون جواب داد که هدف زندگی ما اینه که به هر وسیله ممکنی به دیگران کمک کنیم و نه چیز دیگه. پس هر کدوم ما به این دنیا آمدیم تا به بقیه کمک کنیم به هر وسیله‌ای که میتونیم، با کارمون، با مهارتمون، با پدر یا مادر بودنمون، با هر روشی که میتونیم. و نکته جالب اینجاست که وقتی شما به اونایی که واقعا نیاز دارن کمک میکنین احساس خوبی بهتون دست میده و از خودتون احساس رضایت میکنید.
از لحاظ شخصی شادترین فرد کسیه که تمام تلاشش کمک به دیگرانه. حالا این دیگران هر کی که میخواد باشه، حتی توی تجارت. آقای کاوی میگه کسب و کار کشور ما تجارته. در کشور ما با تولید و فروش کالاها و خدماتی که مردم نیاز دارن به دیگران کمک میکنیم و ما دائم این کالاها و خدمات رو بهتر میکنیم و سریعتر به دست مشتری میرسونیم و این کار به مردم احساس رضایت زیادی میده. شما همیشه میبینید که آدمای موفق میگن من عاشق کارم هستم و از اون لذت میبرم. یکی از مشخصات میلیونرها اینه که اونا عاشق شغلشون هستن و با تمام وجودشون اونو انجام میدن. این آدما صبح که از خواب بیدار میشن مشتاق سر کار رفتنن. یکی از چیزایی که من به مردم میگم اینه که اگه شما دوست ندارین برین سر کارتون، اگه همش دوست دارین زودتر کارتون تموم بشه، پس شما شغلتون رو اشتباه انتخاب کردید. چند وقت پیش متوجه شدم ما بیش از 100,000 نوع شغل اصلی داریم که هر کدومشون به چند صد شغل فرعی تقسیم میشن. پس اگه شغلتون رو دوست ندارید و از انجام اون احساس رضایت نمی کنید و با آدمایی که کار میکنید حال نمی کنید، نشون میده شغلتون مناسب شما نیست. شغل شما که یکی از مهمترین جنبه های زندگیتون هست باید طوری باشه که به شما احساس رضایت بده. یه فرمولی هست که میگه خدماتی که شما به دیگران ارائه میدید شادی شما رو مشخص میکنه، رضایتتون رو از زندگی مشخص میکنه. میدونین از زندگی چی میخواین. پس ما باید همیشه خدماتمون رو بیشتر کنیم و سعی کنیم به افراد بیشتری خدمت رسانی کنیم. من یه شعاری دارم. من همیشه میگم بهترین راه زندگی اینه که شما از صمیم قلب بخواین به بقیه خدمت رسانی کنید. خدمت رسانی بهتر باعث میشه شما اعتبار بیشتری کسب کنید و در نتیجه زندگی بهتر و کسب کار بهتری داشته باشید. بعضیا این کارو میکنن و پول خوبی در میارن، بعضیا هم با این کار لذت فراوانی میبرن. ایدئالش هم همینه، هم پول دارین هم لذت. همینه. ناپلئون یه حرفی داره که میگه کلید موفقیت تو زندگی اینه که بفهمیم عاشق چه کاری هستیم و چه جوری میتونیم اون کارو با عشق به انجام برسونیم. خب پس مأموریت شما خیلی مهمه و حالا میرسیم به مرحله بعد، یعنی نیت با مأموریت خیلی فرق داره. نیت به ما میگه چرا. مأموریت چیزیه که میخواین بهش برسین. مثلا بهترین شرکت رو توی زمینه خاص داشته باشین و یا بهترین کالا رو تو منطقه تولید کنین، بیشترین مشتری رو داشته باشین، برند معتبری داشته باشین. اما نیت میگه چرا میخواین این کار انجام بدین؟ چرا صبح از خواب بیدار میشین؟ چرا سر کار میرین؟ چرا فداکاری میکنین؟ چرا سخت کار میکنین؟ چرا زندگی میکنین؟ نیچه گفته کسی که چراهای زیادی داره میتونه هر شرایطی رو تحمل کنه. شما میتونید با هر شرایطی بسازید اگه دلیل بزرگی داشته باشید. خب پس نیت شما از زندگی کردن چیه؟ چرا صبح بیدار میشید؟ نیت باید چیزی فراتر از امیال شخصی باشه. همه انسان ها باید نیتی فراتر از خودشون داشته باشن که اینها میتونه خانواده، فرزندان، جامعه یا هر چیز دیگه ای باشه. ما باید هدفی فراتر از خودمون داشته باشیم. خیلی از آدما میپرسن که چرا این شغل رو انتخاب کردی؟ چرا به این کار مشغولی؟ شما نمیتونید بگید که چون من از این کار پول در میارم یا چون حقوقش خوبه این کار رو انتخاب کردم. چون همیشه کارایی است که حقوقش بهتره. پس شما باید هدف بزرگتری داشته باشید و این هدف در رابطه با دیگرانه. نتایجی که کار ما برای دیگران داره ارزش کار ما رو مشخص میکنه. به همین دلیله که تربیت کردن کودکانی سالم و شاد مهمترین کاریه که هر کس میتونه انجام بده. و ما هم به عنوان پدر یا مادر باید بدونیم این کار مهمترین وظیفه ماست، چون هر چیز دیگه ای از بین میره، اما این کار نسل ها تأثیر خودش رو به جا میذاره. مرحله بعد اهدافمون هستن. بعد از اینکه ارزش‌ها، رویاها، مأموریت و نیتتون رو شناختین، باید اهدافتون رو بشناسین. شما به 3 نوع هدف نیاز دارید. اولین نوع اهداف شخصی و خانوادگی هستند. اینا علت کارایی هستند که شما انجام میدید. پس اهداف شخصی و خانوادگی شما چیه؟ من متوجه شدم یکی از کارهایی که ما انسان‌ها میتونیم انجام بدیم اینه که هر زمانی که خواستیم اهدافمون رو تغییر بدیم. هیچ موجود دیگه‌ای تو جهان این قابلیت رو نداره و همه بر اساس غریزه‌شون رفتار میکنن. اما انسان میتونه هر زمانی که خواست اهداف و سرنوشتش رو تغییر بده. پس اول باید اهداف شخصی و خانوادگی رو مشخص کنید و مهمترین کار در این مرحله اینه که از خودتون بپرسید که اگه من هیچ محدودیتی نداشتم چه اهدافی رو تعیین میکردم. دومین نوع هدف گسترش اطلاعات و مهارت ها هستند که ما به اونا اهداف
توسعه شخصی میگیم. این اهداف چگونگی یاد گرفتن مهارت‌هایی رو که نیاز داریم مشخص میکنن. پس ببینید، با آموزش و توسعه مهارت‌های جدید میتونیم به این اهداف برسیم. بنابراین تعیین اهداف بسیار بسیار مهمه. اینکه بدونید چی میخواین و چطور باید به اونا برسید و اینکه اصلا چرا اونا رو میخواین. شما باید اهداف مالی، اهداف خانوادگی، اهداف شخصی و اهداف دیگر رو به وضوح تقسیم بندی کنید. یکی از راه‌های تعیین هدف این سواله که بپرسید اگه من هیچ محدودیتی نداشتم چه هدفهایی رو تعیین می‌کردم و برای 3، 6 یا 9 ماه آینده چه اهدافی رو تعیین می‌کردم. مرحله بعدی اینی که از خودتون بپرسید تعریفتون از موفقیت چه چیزیه. وقتی صحبت از پیروزی میشه، شما پیروزی رو چی میدونید؟ موفقیت رو چی تعریف میکنید؟ و اینکه چه کارهایی باید انجام بدید. همه این قانونها هدف رو تشکیل میدن. شما دقیقاً میدونید کی هستین، چی میخواین و میدونید چه کارهایی باید انجام بدید. پس دقیقاً میدونید چه کاری انجام بدید، چه چیزی میخواین و همه چیز رو میدونید. پس حالا میتونید شروع کنید. هرچه بیشتر فکر کنید و جوانب اونو بسنجید، میتونید نقشه بهتری طراحی کنید و سریعتر به نتیجه برسید. بیش از 95% موفقیت شما به این بستگی داره که چقدر خوب خودتون و هدفتون رو میشناسید. و وقتی میتونید بهترین عملکرد رو داشته باشید که شخصیتی که دارید و هدفتون با هم تطابق داشته باشه، مثل دنده های چرخ دنده میمونه. اینجوری هم بهترین عملکرد رو دارین و هم از خودتون احساس رضایت میکنید. این خیلی مهمه و فقط شما میتونید این تصمیم رو بگیرید. حالا به قانون دوم عملیات های نظامی میرسیم، یعنی قوانین حمله. ناپلئون میگفت توی جنگی نمیشه با حالت دفاعی پیروز شد، بلکه باید حالت هجومی داشت و حمله کرد. حالت هجومی داشتن یعنی شما باید کارمحور باشید. پس کارمحور بودن یعنی همیشه به این فکر کنید که چه کاری باید انجام بدید. موفق ترین افراد اونایی هستن که کارمحور هستن. افراد کارمحور بیشتر از 30% جامعه نیستن و اون 70% قشریان که فقط حرف میزنن. هنری فورد یه جمله داره که میگه کارهایی که میخواین انجام بدین براتون شهرت نمیارن، اما مطمئن باشید کارهایی که انجام دادین شما رو مشهور میکنن. برای کارمحور بودن باید احساس نیاز در خودتون به وجود بیارید. احساس نیاز به وجود بیارین یعنی برای کار انگیزه پیدا کنید. هر وقت شما به چیزی که میخواین فکر کنید، به طور خودکار کاری به ذهنتون میاد که با انجامش میتونید به خواستتون برسید. هر وقت کاری رو انجام میدید بازخوردی میگیرید و بعد میتونید با کمک این بازخورد خودتون رو اصلاح کنید و با اصلاح خودتون کارها رو بهتر انجام بدید. با کیفیت بهتر میتونید کارها رو انجام بدید. نکته جالب اینجاست که اولین دلیل که خیلی از ما تو کارمون شکست میخوریم اینه که چون از شکست یا اشتباه کردن یا از دست دادن وقت و پول میترسیم، نمیتونیم رفتار درستی داشته باشیم. اما باید توجه داشته باشیم که بازخورد کارهاتون اطلاعات مفیدی هستن. اینجا شکست معنا نداره و فقط بازخورد داریم. شکست معنا نداره و فقط بازخورد داریم و بازخورد نوعی اطلاعاتی که به شما کمک میکنه مسیرتون رو اصلاح کنید. و اگه شما نسبت به زندگی همچین نگاهی داشته باشید، متوجه میشید که تنها راه موفقیت چیه؟ شکسته. تنها راه موفقیت شکسته. ما متوجه میشیم که بدون تجربه شکست نمیشه به پیروزی رسید و شما برای اینکه به موفقیت برسید باید چندین شکست رو تجربه کرده باشید. پس یکی از چیزهایی که باعث عقب موندگی ما میشه ترسه. وقتی میترسیم خودمون رو عقب میکشیم و دست از کار بر میداریم و در نتیجه نمیتونیم اون کار رو درست انجام بدیم. خب، در مورد اهداف میخوایم این نکته رو اضافه کنیم که اهدافتون رو اولویت بندی کنید. اونا رو به ترتیب اهمیتی که براتون دارن دسته بندی کنید. اهدافتون رو دسته بندی کنید. همه ما اهداف زیادی داریم، اما باید اونا رو اولویت بندی کنیم که برای این کار باید قانون سگانگی رو بشناسیم. این قانون به ما میگه تقریباً در تمام موارد ما میتونیم همه چیزو به صورت زیر تجزیه کنیم. الان براتون میکشم. مورد اول اینه که مهمترین 3 هدف مورد نظرتون چیه؟
مثلا تو شغلتون دوست دارین امسال به کدوم سه هدف برسید؟ حالا تو شغل یا زندگیتون؟ اهداف میتونه افزایش فروش باشه، میتونه سود باشه یا هر چیز دیگه ای باشه. حالا مورد دوم اینه که 3 تا از مهمترین مهارت هایی که باید داشته باشین تا بتونین به موفقیت برسین چیه؟ 3 تا از مهمترین مهارت هاتون رو بگید. 3 تا از مهمترین ها. و مورد سوم اینه که برای رسیدن به اهدافتون 3 تا از مهمترین فعالیت هایی رو که هر روز باید انجام بدین رو نام ببرید. 3 تا از فعالیت ها. ما متوجه شدیم که 90% کارهایی که براتون اهمیت داره در واقع همون 3 کاریه که هر روز انجام میدید. همون 3 کاریه که هر روز انجام میدید. این قانون ها خیلی مهمه. این قانون سگانگیه، قانونی که همه افراد و تجار موفق ازش استفاده میکنن و نتیجه هم میگیرن. اگه شما لیستی از همه کارهایی که توی هفته یا ماه انجام میدید درست کنید و به اون نگاه کنید، متوجه میشید 90% موفقیتتون رو مدیون تنها 3 فعالیتی هستید که توی کار یا زندگیتون انجام میدید. و برای تعیین 3 کار باید این سوال از خودتون بپرسید که اگه من مجبور بودم تمام روز و تنها یه کار انجام بدم، چه کاری میتونست بیشترین تأثیر رو توی موفقیت من داشته باشه و من هم بتونم بهترین نتیجه رو بگیرم؟ چه کاری؟ فقط یه کار. وقتی جواب این سوال رو پیدا کردید، اون وقت خودتون بپرسید اگه قرار بود فقط 2 تا فعالیت انجام بدم، اون وقت چه کارهایی رو باید انجام میدادم تا موفق بشم؟ و بعد بپرسید اگه 3 تا کار میتونستم انجام بدم، چه کار دیگه ای رو انتخاب میکردم؟ و من به شما قول میدم اگه کاراتون رو بررسی کنید و روی اونا فکر کنید و اون 3 فعالیت رو پیدا کنید و فقط روی اونا تمرکز کنید، میتونید کارهایتون و در نتیجه درآمدتون رو در مدت 12 ماه 2 برابر کنید. بنابراین باید توی انجام کارها بهتر و بهتر بشین و بعد اون کار رو بیشتر انجام بدین. اما ما معمولا کارهای زیادی رو که هیچ نتیجه‌ای هم ندارن، مثل تلفن زدنهای طولانی، قهوه خوردن، خوندن روزنامه، وبگردی و کلا کارهایی که آسون و راحت هستن انجام میدیم و این کارها ما رو از اون 3 کار اصلی دورتر و دورتر میکنه. همون 3 کاری که اگر روی اونا تمرکز کنیم میتونیم به موفقیت برسیم. حالا راجع به این موضوع بیشتر صحبت میکنیم. انتخاب 3 تا از مهمترین فعالیتاتون و تمرکز روی اونا باعث افزایش بهره‌وری شما و درآمدتون میشه. و این کار سخته، چون اون کارهای کوچیکی که هیچ تأثیری توی کار و زندگیتون ندارن کارهای مفرح و لذت بخشی هستن. و یه قانون توی مدیریت زمان هست که میگه هیچگاه سعی نکنید اول کارهای کوچیک رو انجام بدین، چون کارهایی رو که همیشه انجام میدیم تبدیل میشه به چی؟ به عادت. وقتی شما سعی کنید اول کارهای کوچیک رو انجام بدین، کم کم این کارا به عادت تبدیل میشن. شما هر روز صبح اول به اینترنت میرید، روزنامه میخونید، با دوستاتون چت میکنید، یه چای میخورید. منظورمو میفهمین؟ همه این کارا براتون شده یه عادت. کارمندا تو این کشور به طور متوسط تا ساعت 11 مشغول کار نمیشن، چون نگاه میکنن به ساعت میگن وقت نهار شد. اون وقت این کارو کنار میذارن و بین ساعت 11 تا 12 کار میکنن. بعد 1-2 ساعت نهار میخورن. خب بعدش هم باید خورده استراحت کنن، یه چای بخورن، ایمیلشون رو چک کنن و به اونا جواب بدن. پس کارمندا به طور متوسط نصف وقتشون رو کار میکنن و اکثر وقتشون صرف کارهای بیارزش میشه. برای همینه که میبینیم اکثر شرکت‌ها بازدهیشون داره میاد پایین و همینطور بازدهی کمتر و کمتر میشه. اما گاهی وقتا بعضیا رو میبینید که همیشه بدون وقفه کار میکنن، تمام وقفه اداری رو بی وقفه کار میکنن، از اول صبح تا آخر وقت کار میکنن و همیشه هم خیلی موفقن. اما ما میگیم اونا آدمای چاپلوسی هستن و همش کار میکنن، کار زیاد مال خره. خب اگه همکارا حقوق اونو میدادن حرفشون درست بود، اما اینطور نیست. خب حالا آخرین سوالی که ما باید در مورد هدفمون بپرسیم اینه که کدوم 3 مهارت هست که بیشترین کمک رو به ما میکنه؟ کدوم 3 مهارت بیشترین کمک رو به ما میکنه؟ شناخت مهارت ها اهمیت ویژه‌ای داره. اون مهارت هایی که توش ضعیف هستین بیشترین تأثیر رو توی درآمد شما داره. پس باید شما راجع به درآمدتون شناخت داشته باشین که این شناخت باعث میشه شما به موفقیت برسید. پس از خودتون بپرسید کدوم مهارت بود
که اگه به بهترین نحو داشتم بیشترین تأثیر رو تو افزایش درآمدم داشت. با این سوال اون مهارتی رو که بیشترین تأثیر رو توی افزایش درآمدتون داره پیدا میکنید و وقتی به این سوال جواب دادین حالا بپرسید چه مهارت دیگه‌ای میتونه بیشترین تأثیر رو داشته باشه و طبق قانون سگانگی اگه بتونید 3 مهارتی رو که بیشترین تأثیر رو توی کارتون داره پیدا کنید و روی اونا کار کنید مطمئن باشید در مدت 1 سال زندگیتون دگرگون خواهد شد. چون اینطوری شما یه قدم از بقیه جلو میافتید. شما هر روز یه ذره به هدفتون نزدیکتر میشید، مثل آب که ذره ذره راهشو از میون سنگ‌ها پیدا میکنه و از اونجایی که ذره ذره جمع گردد وانگهی دریا شود. بعد از 1 سال میتونید هر مهارتی که دنبالش بودید پیدا کنید. پس یادتون باشه بدترین کار اینه که به خاطر یه مهارتی که باید داشته باشین و ندارین خودتون رو عقب بکشید، در صورتی که همین مهارت میتونه شما رو بالا ببره و به موفقیت نزدیک کنه. یه قانون تو مسائل نظامی هست که میگه عمر استراتژی بعد از اولین حمله به دشمن به پایان میرسه. چون همین که شما استراتژیتون رو شروع کردین، رقیبتون هم استراتژی خودش رو اجرا میکنه. پس همه چیز حالت عمل و عکس العمل داره. اما نکته اصلی داشتن حالت هجومیه. هدف تجارت چیه؟ هدفش چیه؟ جواب اینه که هدف از تجارت جذب و حفظ مشتریه. جذب و حفظ مشتری. بنابراین تنها 2 عامل توی تجارت مهم هستن. اول ابداع و دوم بازاریابی. چون تنها ابداع و بازاریابی میتونن مشتری رو جذب و حفظ کنن. نکته مهم اینه که بدونید هر کاری که دارید در واقع یه جور بازاریابیه. هر کاری یه جور بازاریابیه. فرقی نمیکنه شیرینی فروش باشید یا تعمیرکار یا قطعات صنعتی تولید میکنید. شما بازاریاب هستید. فرق بین بازاریابی با فروش چیه؟ سوال خیلی خوبیه. جوابش هم خیلی ساده است. بازاریابی جذب مردمیه که فکر میکنن میتونن از خدمات یا کالاتون استفاده کنن، اما فروش یعنی اونا رو به مشتری تبدیل کنید. حالا حالت هجومی داشتن یعنی دائما مشتریای جدیدی جذب کنیم و اونا رو راضی نگه داریم، بازارسازی کنیم و فروش و سود خودمون رو بالا ببریم. به تازگی تحقیقاتی انجام شده و توی این تحقیق از مدیران سوالات زیادی شده که نقش بازاریابی و فروش توی شرکتشون چیه، چقدر این موضوع براشون اهمیت داره. اونا جواب دادن مهمترین چیزه، بیشترین اولویت رو داره و کلید آینده شرکت در دست بازاریابیه. بعد زمانی رو که شرکت‌ها روی بازاریابی صرف می‌کردن بررسی کردن. نتیجه این که مدیران ارشد اکثر شرکت‌ها به طور متوسط 11% وقتشون رو صرف بازاریابی میکنن و بقیه وقتشون رو صرف کارهای وقتگیر، آماده کردن و ارائه طرح‌های تجاری، کارهای بانکی و خیلی چیزهای دیگه. اما 11% صرف بازاریابی و فروش میشه. انسان‌ها به صورت ذاتی به کارهای راحت و ساده تمایل دارن و از کارهای سخت و دشوار که احتمال شکستشون هست فراری هستن. پس ما ممکنه از بازاریابی و فروش فراری باشیم و کارهای دیگه مثل جلسات ارائه طرح، وبگردی، از این ور به اون ور کردن، این شاخه به اون شاخه پریدن و این کارا رو انجام بدیم، ولی در نتیجه بازار از دست میدیم. من خودم یه شرکت دارم و باید بهتون بگم هر وقت چشم از بازار بردارید مثل این میمونه که توی جاده پر پیچ و خم دارید کنار دره رانندگی میکنید و همینطور بی خیال از این ور به اون ور میرید، اما اگه حواستون به اطراف پرت بشه اون وقتی که سقوط میکنید. بنابراین خیلی مهمه که به یاد داشته باشیم بازاریابی و فروش مهمترین بخش توی تجارته. 4 نکته توی بازاریابی استراتژیک وجود داره. تمام هدف بازاریابی اینه که نیازی به فروش نباشه. دوباره میگم هدف بازاریابی اینه که نیازی به فروش نباشه. به عبارت دیگه اگه بازاریابیتون عالی باشه، وقتی مردم کالاهاتون رو میبینن میگن وای این واسه منه و خودشون میان ازتون میخرن. 4 نکته که توی بازاریابی وجود داره و اصول استراتژیک بازاریابی هستن اینان. اول تخصصه، به این معنی که شما توی یه زمینه تخصص پیدا کنید. 3 زمینه برای تخصص وجود داره. اول شما میتونید توی کالا یا خدماتی خاص تخصص پیدا کنید. دوم تو کار با مشتریای خاص تخصص پیدا کنید. و سوم تخصص توی بازار خاصه.
و یا حتی میتونیم بگیم ترکیبی از این سه. اما در هر صورت باید تخصص پیدا کنید. اگه کسی از شما پرسید توی چه کاری تخصص دارید، باید بتونید سریع جواب بدید. یکی از سوالاتی که ما از مردم میخوایم تو بازاریابی وقتی با تاجر صحبت میکنن ازش بپرسن اینه که میدونید یه تاجر دائم به این فکر میکنه که چطور نیازهای بیشتری از مشتری‌ها رو برطرف کنه؟ بنابراین از اونا بپرسید لطفاً برای من بگید مشتری ایدئال از نظر شما چجوریه؟ تا اگه من کسی رو با این شرایط دیدم بهتون معرفی کنم. ببینم دوست دارید کی از شما خرید کنه؟ به نظر شما اون مشتری ایدئال کیه؟ چه نیازهایی داره؟ موقعیتش چیه؟ و به من باید بگید تا من بدونم. اگه توی مکالمه کسی از شما بپرسه مشتری ایدئال توی زمینه‌ای که تخصص دارین چه خصوصیاتی داره، شما بهش چی میگید؟ این سوال خیلی جالبه، چون وقتی ما راجع به تخصص صحبت میکنیم یکی از مهمترین سوال‌ها اینه که کی به نظر شما تو این زمینه تخصصش ایدئاله. این سوال مطرحه. کی؟ این دقیقاً سوالیه که باید از خودتون بپرسید. خب حالا مورد بعدی. مورد دوم تفاوت دومین اصله و برای موفقیت در کسب و کار بسیار بسیار مهمه. در واقع این تفاوت محصول شما با بقیه است که باعث فروش اون میشه و موفقیت شما رو تو فروش به همراه داره. بنابراین تو این اصل باید از خودتون بپرسید تو چه زمینه‌ای برتری دارین و برتریتون رو مشخص کنید. سالهای زیادی من کاراته درس میدادم. من کمربند مشکی کاراته رو دارم و توی باشگاه کاراته هم تدریس میکردم و هم خیلی ها رو به مسابقه قهرمانی بردم و در ضمن هم بگم که خیلی هم قوی و سریع بودم. ترسیدین نه؟ وقتی من به باشگاه میرفتم و اونجا کاراته درس میدادم افراد زیادی با جدیت تمرین میکردن و حدود 10 تا باشگاه اصلی کاراته و صدها باشگاه کوچیکم بود و من متوجه شدم وقتی شخصی به باشگاه میره فکر میکنه اون بهترین باشگاه ورزشیه و نسبت به بقیه برتری داره و همین حس باعث میشه که افراد خیلی سخت باشگاهشون رو عوض کنن، چون میدونن یه جورایی هیپنوتیزم میشن و فکر میکنن که اونجا بهترینه. علتی که من اینو گفتم این بود که مردم وقتی کالایی رو میخرن که فکر میکنن بهترین محصول برای اون هست و وقتی از اونا بپرسید چرا اینو خریدید، همیشه جواب اینه که چون به دلایلی بهتر از بقیه محصولات بود. پس شما همیشه باید برای مشتریاتون خرید رو آسون کنید. باید تصمیم گیری رو براشون راحت کنید. باید اونا کاملا براشون واضح باشه که چرا باید از شما بخرن. بزرگترین مشکلی که ما توی فروش داریم اینه که به طور شفاف معلوم نیست برتری ما نسبت به رقبامون چیه. چرا مشتری باید از کالا یا خدمات من استفاده کنه و سراغ بقیه نره؟ ما فکر میکنیم اگه اطلاعات مفیدی راجع به کالا یا خدمات یا شرکتمون به مشتری بدیم، مشتری به سمت ما میاد. اما این هیچ کمکی به مشتری نمیکنه. بنابراین باید دلایلتون کاملا واضح و شفاف باشه. حالا به قسمت حساس فروش میرسیم و اینکه برای هیچکی مهم نیست محصول شما چیه. درک این موضوع برای خیلی‌ها سخته. هیچکس به کالا یا خدمات شما اهمیتی نمیده. برای هیچ کس مهم نیست ساخت محصولتون چقدر طول کشیده یا شرکتتون چه اندازه ایه یا کی اونجا کار میکنه و تاریخچه شرکت و کالاتون چیه و یا شما چه مسئولیتی توی شرکت دارید و خدماتتون برای فروش چی هست. اینا سوالاتیه که زیاد مهم نیست. تنها چیزی که مهمه اینه که کالا یا خدمات شما چه کاری انجام میده. خب حالا چرا مشتری‌ها چیزی رو میخرن؟ همه فقط برای یه هدف خرید میکنن و اون هدف چیزی نیست جز بهبود زندگیشون. مردم کالای شما رو میخرن تا نیازشون رو برطرف کنن، تا زندگیشون بهتر از قبل بشه. بنابراین وقتی میخواین برتری کالاتون رو نسبت به کالاهای رقیب بگید، باید به عملکردی که داره و کاری که انجام شده اشاره کنید. خب حالا اشاره به کار انجام شده. خیلی خوب، موضوع بعد مزیت رقابتی شماست. جک والت مدیرعامل جنرال الکتریک میگه اگه مزیت رقابتی ندارید اصلا رقابت نکنید و این یعنی شما جزو 10% بهترین ها باشید. جزو 10% بهترین ها بودن یعنی در بین شرکت هایی که زمینه فعالیتشون با شما یکیه، شما باید بین 10% بهترین ها باشید. اگه تو سطح جهانی یا تو بازار خودتون مقام اول رو داشته باشید خیلی عالیه، اما لازم نیست اینطور باشه. فقط کافیه یکی از بهترین ها باشید، یکی از شرکت های ممتاز. تمام منفعت ها و فروش نصیب شرکتی میشه که کالا یا خدماتش جزو 10% باشه.
تمام سود گیر بهترین شرکت ها میاد. پس شما باید این سوالو بپرسید که مزیت رقابتی من الان چیه؟ یعنی کالا یا خدماتم چه کاری برای مشتری ها انجام میده؟ و اگه بازار همین رویه رو دنبال کنه و هیچ تغییر خاصی رخ نده، در آینده چه مزیتی باید داشته باشه؟ دو تا سوال مهم است که باید بپرسید. مزیت رقابتی من چی میتونه باشه؟ و دوم چه باید باشه؟ اگه من میخوام تو تجارت موفق بشم، کالا یا خدمات من باید چه منفعتی برای مشتریام داشته باشه؟ این مورد رو حوزه برتری شما میگن. حوزه برتری شما حالا چیه؟ اگه کسی از شما بپرسه کالا یا خدمات شما چه ویژگی دارن که باعث میشه بهتر از کالاهای مشابه باشن، شما چی جواب میدین؟ ما به این میگیم گزاره فروش منحصر به فرد. گزاره فروش منحصر به فرد چیزیه که برای مشتری ارزشمنده و هیچ کس به جز شما اون رو ارائه نمیده و همین شما رو منحصر به فرد میکنه. و توی تجارت این جمله معروفه که اگه مزیت رقابتی ندارید، یکی برای خودتون دست و پا کنید. اگه گزاره فروش منحصر به فرد ندارید، یک گزاره فروش منحصر به فرد بسازید. یه مثال خیلی ساده براتون میزنم. گزاره فروش منحصر به فرد میتونه محل شما باشه. مثلا اگه یه فروشگاه بزرگ دارید، فروشگاهی که تقریبا مرکز شهره و دسترسی بهش آسونه و حتی روزهای تعطیلم بازه، همین میتونه مزیت رقابتی فروشگاه باشه. شما میتونید توی فروشگاهتون کالاهای با کیفیت عرضه کنید. تنوع محصولات میتونه زیاد باشه و کیفیتتون خوب باشه تا انتخاب برای مشتری راحت و راحت تر باشه. به خاطر دسترسی آسون به فروشگاه شما هم میتونید 10 تا 15% اجناس رو گرونتر عرضه کنید. خب برادران دونالد متوجه شدن تمام فروشگاه‌های مواد خوراکی ساعت 6 میبندن که تو اون زمان یه چیز استاندارد بود و کسانی که ساعت 5 کارشون تعطیل میشد باید با عجله قبل از ساعت 6 به فروشگاه ها میرفتن. برادران دونالد از مردمی که خرید می اومدن سوال میپرسیدن که چی میخرن. اونا تمام اطلاعات رو یادداشت میکردن. اونا این کارو چند هفته ادامه دادن و متوجه شدن 80 تا 90% خریدها تنها از چند صد قلم کالاست و اونا فروشگاهی تنها با اون کالاها باز کردن که 24 ساعته کار میکرد و بعدش صدها فروشگاه دیگه به همین شکل باز کردن. تو اون زمان که همچین فروشگاهی وجود نداشت و اونا خیلی موفق شدن. خب حالا اگه من از شما بپرسم که کار با شما چه منفعتی برای من داره که هیچ کس دیگه ای نمیتونه به من بده، و اون وقت باید شما چه جوابی بدین؟ خب این نکته خیلی مهمه، چون اگه شما توی بازار رقابتی کار میکنید که کالاها یا خدمات مشابهی که شما عرضه میکنید و عرضه میکنن، مثلا براتون مثال میزنن معاملات املاک که همه خونه های مشابهی دارن، اون چه که شما رو با بقیه متفاوت میکنه چیه؟ اون خود شما هستید و نوع ارتباطیه که با مشتری برقرار میکنید. دندون پزشکا، هنرمندا، معمارها، پزشکها، حسابدارها و کلن همه وجه تمایزشون با بقیه همینه، چون مشتریان نمیتونن متوجه بشن که کدومشون بهترن، چون علمشو ندارن، پس روی رفتارهای اونا قضاوت میکنن. خیلی وقتا خود شما وجه تمایز شغلتون با بقیه هستین. ارتباطی که با مشتریا برقرار میکنین میتونه کلید موفقیت باشه و این خیلی مهمه. پس متفاوت بودن خیلی مهمه و سوال اینه که این تفاوت چیه و چی باید باشه؟ شما چی باید داشته باشید تا برتر و خاص‌تر از بقیه باشید و مردم بگن من با این فرد کار میکنم و بیان راجع به وجه تمایزتون صحبت کنن؟ مثلا چون سریعتر هستید یا بهتر کار میکنید، مفیدتر هستید، ارزونتر کار میکنید، قابل اعتمادتر هستید و مثلا خوشقولتر هستید و از اینجور موارد. پس این دومین ویژگیه. اول ایجاد تخصص و بعد ایجاد تفاوت و برتری در زمینه‌ای که تخصص دارید. ویژگی سوم فروش استراتژیک تفکیکه. تفکیک یعنی اینکه شما بازارتون رو به چند قسمت تقسیم کنید و به دنبال مشتریایی باشید که تخصص شما به اونا کمک میکنه و اونا هم حاضرن پول بیشتری برای کاری که توش تخصص دارین بپردازن. بنابراین باید به این سوال پاسخ بدین که مشتری ایدئال من کیه و چه کسی برای من ایدئاله. من دوست دارم مشتریم چه ویژگی داشته باشه. اگه کسی ازتون بپرسه لطفاً مشتری ایدئالتون رو برای من توصیف کنید تا من اگه کسی رو دیدم بهتون معرفی کنم، شما چی جواب میدین؟ بعد از خودتون بپرسید این مشتری کجاست و علت خریدش چی میتونه باشه و چه وقتی خرید میکنه.
و چطور خرید میکنه، چی میخره و چه چیزی براش ارزش داره. این خیلی مهمه، چی براش ارزش داره و منبع درآمدش چیه، سطح تحصیلاتش چیه و شغلشون و یا حرفشون چیه. هرچی بیشتر راجع به این موضوع بدونید و هرچی بیشتر در مورد مشتری ایدالتون فکر کنید، تعداد بیشتری از اونا رو میتونید پیدا کنید و در نتیجه فروش راحت تری میتونید داشته باشید. وقتی بیماری پیش دکتر میره، دکتر 3 تا کار میکنه. اولین کار اینه که آزمایش میکنه، بعد بر اساس نتایج آزمایش بیماری رو تشخیص میده و در نهایت با توافق بیمار نوع و روش درمان رو تعیین میکنه. بهترین فروشنده هم وقتی با یه مشتری برخورد میکنن که به محصولشون علاقه‌منده، اولین چیزی که میپرسن اینه که زمینه فعالیت مشتری چیه و برنامه‌اش چیه، شغلش چیه، چه نیازهایی داره. در واقع اونا از اول نمیخوان نسخه بدن، بلکه با پرسیدن این سوالها میخوان مطمئن بشن تو تشخیص اشتباه نکردن. نکته جالب اینجاست که هرچه قبل از پیشنهادتون سوالات بیشتری بپرسید، مشتری بیشتر به شما اعتماد میکنه و راحت‌تر پیشنهاد شما رو میپذیره. ولی هرچه در ارائه پیشنهادتون عجله کنید و سریع بخواین واسه مشتری نسخه بپیچین، مشتری کمتر به شما اعتماد میکنه و میگه بیخیال، بریم سراغ بعدی. 4مین اصلی که باید بهتون بگم اصل تمرکزه. تمرکز به این معنیه که تمام حواس و تلاش خودتون رو روی مشتری‌های متمرکز کنید که بیشترین منفعت رو از محصول یا خدمات شما میبرن و حاضرن هزینه‌های اون رو تا آخرش بپردازن. پس باید روی بهترین مشتریاتون متمرکز بشین. خیلی جالبه که بدونید شرکت‌های کوچیک زیادی به شرکت‌های بزرگ و شرکت‌های بزرگ به شرکت‌های چند میلیون دلاری تبدیل شدن. اونم تنها با فکر روی این موضوع که مشتری‌های ایدئالشون چه کسایی هستن و بعد فکر کردن مشتری‌های ایدئالشون چه چیزایی میخوان که اونا ندارن، چه کالا و خدماتی میتونن به مشتری‌های ایدئالشون ارائه بدن که وقتی کالای اولو خرید، کالای دوم، سوم و چهارم هم به ترتیب بخره. چون فروختن به مشتری‌های گذشته 10 برابر ساده تر از پیدا کردن مشتری‌های جدیده. بنابراین خیلی از فروشنده‌های خوب سعی می‌کنن به مشتری‌های قدیمشون کالا و خدمات جدید ارائه بدن. اینا نکاتی هستن که برای فروش زیاد باید رعایت کرد. اول اینکه در یه زمینه تخصص داشته باشید. دوم، تمایز و برتری نسبت به رقباتون هست و اگه این برتری رو ندارین، باید یکی برای خودتون بسازین. و سوم، تشخیص و شناسایی مشتری‌های ایدئالیه که در زمینه فعالیت شما هستن و در آخر هم تمرکز روی اون مشتری‌ها و تبلیغ برای اونهاست. ما اومدیم آزمایش کرده ایم و یکی از محصولاتمون رو توی 6 تا مجله مشابه تبلیغ کردیم و وقتی تعداد مشتریای جدید رو که بر اثر تبلیغات اضافه شده بودن آنالیز کردیم، متوجه شدیم مشتری هایی که بر اثر تبلیغ توی یکی از مجله ها جذب شدن 10 برابر بیشتر از مجموعه مشتری هایی بودن که 5 مجله دیگه جذب می‌کردن. اما همه آگهی ها یه قیمت داشت، بنابراین تبلیغ توی 5 مجله رو قطع کردیم و تنها توی یه مجله تبلیغ دادیم و همین سود ما رو افزایش داد. چون ما مجله‌ای رو پیدا کرده بودیم که مشتری‌های ایدئالمون اونو می‌خوندن و به آگهی‌های اون پاسخ میدادن. یه تغییر کوچیک مثل اون میتونه کار شما رو زیر و رو کنه. در واقع باید بهتون بگم که یه تیتر جالب برای آگهی باعث افزایش 5 برابری جذب مشتری میشه. یعنی هزینه آگهی 80% کاهش پیدا میکنه. به عبارت دیگه، اگه یه تیتر خوب انتخاب کنید 5 برابر افراد بیشتری جذب آگهی میشن و این یعنی شما 1/5 هزینه کمتر دارید پرداخت میکنید. بنابراین تغییرات کوچیکی مثل این میتونه خیلی مفید باشه. حالا به 3مین اصل استراتژی میرسیم، یعنی اصل توده ها. من این اصل خیلی دوست دارم. در کارهای نظامی شما میبینید برای پیروز شدن در جنگ فرماندهان تمام نیروی خودشون رو به سمت نقاط حساس هدایت میکنن. اونا با حمله به نقاط حساس دشمن اونو شکست میدن. وقتی من جنگ‌های ناپلئون رو مطالعه میکردم، متوجه شدم ناپلئون در تمام جنگ‌هاش به جز 2 تا پیروز شد. در جنگی که با روسا داشت، جنگ لیپزیگ، چون نیروهاش کم بودن، و جنگ واترلو به دلیل اشتباهاتی که داشت. اما ناپلئون حدود 300 جنگ داشته. اون بهترین فرمانده نظامی
بوده و هیچ کس فکر نمی‌کرده تو واترلو شکست بخوره و اوضاع کاملا به نفع ناپلئون بود و ناپلئون هیچ وقت تو جنگ‌های مثل اون شکست نخورده بود و اینو میتونم بگم که به هیچ وجه به فکر کسی خطور نمی‌کرد که شکست بخوره. اما استراتژی ناپلئون چی بود؟ فرض کنید این میدان جنگ و اون ارتش سه کشور پرتغال، اتریش و روس رو که با هم علیهش متحد شده بودند شکست داد. اون تصمیم گرفت اینجا محل جنگ باشه و نیروی کمی اونجا گذاشت و وقتی پرتغالی ها، روس ها و اتریشی ها به سمت محل نبرد حرکت کردن، اون نیروهای اصلیشو جاهای دیگه نگه داشته بود و میخواست با یه حمله غافلگیرانه بتونه اونها رو شکست بده. پس ارتش اون در جاهای مختلفی قرار داشتن و وقتی اون سه ارتش حمله کردن تا گروهی رو که تو میدون نبرد بود شکست بدن، ناپلئون به بقیه نیروها شبانه دستور داد حمله کنن و تا طلوع آفتاب تونست همه رو شکست بده. این یکی از مهمترین جنگ‌های تاریخ اروپاست چون تونست علیه نیروی سه کشور پیروز بشه. پس اصل توده ها در واقع مربوط به تمرکز میشه. به جای اینکه سعی کنید به همه بفروشید و در تمام بازارها حضور داشته باشید و یا در تمام مجلات آگهی بدین، روی یک بازار تمرکز کنید. به این کار فرایند نقطه کانونی میگن. مثل اینکه شما به جای مسلسل بیاین و از یک تفنگ تکتیر استفاده کنید. نکاتی که باید در مورد این اصل رعایت کنید اینا هستن. اول اینکه از قانون 80-20 در همه جا استفاده کنید. این قانونو ویلفرد پارتو کشف کرد و در اینجا قانون پارتو میگه 80% درآمدتون حاصل 20% کارتونه. اگه شما فهرستی از 10 کاری که باید انجام بدین یا 10 مشتری که باید بهشون زنگ بزنید تهیه کنید، 2 تای اونا برابر 8 تای بقیه براتون منفعت دارن. بنابراین همیشه از خودتون بپرسید اون 20% کار مهمی که باید انجام بدم چیه؟ وقتی در مورد کارهامون صحبت میکنیم میدونیم که تو کار فروش 3 تا کار مهم هست که به کارهای سگانه معروفن: مشتریابی، ارائه و بستن. بنابراین باید از خودتون بپرسید روی چه کاری باید تمرکز کنید. اگه 3 تا کار دارین کدوم یکی مهمتر از بقیه است؟ این کار معمولا مشتریابیه. اگه قرارهای ملاقات بسیار زیادی برای چند ماه آینده دارید، اون وقت باید به فکر شیوه صحیح ارائه محصول باشین. اگه شما این مرحله رو هم پشت سر گذاشتین، باید روی بستن قرارداد تمرکز کنید. در کل باید روی مهمترین کار تمرکز کنید. دوم اینکه همیشه از خودتون بپرسید ارزشمندترین کارتون چیه؟ ارزشمندترین کارتون چیه؟ ارزشمندترین کار. خب قانون مدیریت بر خود میگه که کاری رو که باید انجام بدیم به صورت عادت در بیارید، چه خوشتون بیاد و چه خوشتون نیاد. مدیریت بر خود یعنی ایجاد انضباط فردی برای انجام کارهای سخت و دشواری که میدونید باید انجام بدید، کارهایی که با ارزشن و معمولا مشکل هم هستن. بنابراین احتمال اینکه بخواین از زیرشون در برید خیلی بیشتره. برای همین خیلی مهمه که ما همه این کارها رو بشناسیم و اول از همه باید به همین کارها بپردازیم. قانونش اینه: سخت‌ترین کار رو اول انجام بدین. سخت‌ترین کار رو اول انجام بدین. همیشه کارهایی رو که از همه سخت‌تر و دشوارترن در اولویت قرار بدین. اگه شما میخواین با 20 مشتری تماس بگیرین و 3 تا قرار ملاقات برای فردا بذارین، خودتون رو مجبور کنید این کار رو اول از همه انجام بدید، چون سخت‌ترین کاره و همش میخواین از زیرش در برین. من یه دوستی داشتم که چند سال پیش وارد شغل فروشندگی شد. اون متوجه شد هیچ کس نمیخواد به دنبال مشتری جدید بره. مثلا بازاریابایی که تلفنی باید به مشتری زنگ بزنن و قرار ملاقات بذارن، اطراف تلفن چرخ میزنن اما هیچ وقت به اون دست نمیزنن، انگار که تو تلفن بمب گذاشتن و بمب تو دستشون میترکه. دوست من فهمید اونم یه همچین ترسی داره و دلش نمیخواد به مشتریای جدید زنگ بزنه. برای همین به فروشگاه میره و یه چسب نواری بزرگ میخره و برمیگرده یه لیوان قهوه برای خودش میریزه و دستشو با چسب به تلفن میچسبونه و با خودش عهد میبنده که تا به 10 نفر زنگ نزده و 3 تا قرار نذاشته چسبو باز نکنه. اون تصمیم میگیره هر طور شده 3 تا قرار ملاقات با مشتری‌ها بذاره و بعد از هر تلفن بیاد یه قلوب قهوه بخوره. این کار اون از نظر روانشناسی خیلی جالبه، چون بعد از هر تماس به خودش جایزه میداد. این جایزه میتونه یکم قهوه یا شیرینی باشه. شما وقتی بعد از هر تماس یه ذره قهوه میخورید، همینطور به طور ناخودآگاه دارید به خودتون آموزش میدید.
یه قهوه یه تلفن، یه قهوه یه تلفن، یه قهوه یه تلفن. به هر حال دوست من این کارو کرد و همه همکاراش به خاطر چسب زدن تلفن به دستش بهش میخندیدن، اما این کارو ادامه داد. نوشیدن قهوه هم بعد از هر تماس به اون انگیزه میداد تا به کارش ادامه بده. اون این کارو انقدر ادامه میداد تا با مشتریهای جدید برخورد کرد و باهاشون قرار گذاشت. اون وقت چسبو باز میکرد و پیش مشتری‌ها میرفت. اون این کار رو هر روز ادامه میداد و ادامه میداد و ادامه میداد تا اینکه براش عادت شد و دیگه نیازی هم به چسب نبود. تلفن رو بر میداشت و مشتریاشو پیدا میکرد. اول همکاراش بهش میخندیدن، اما کم کم خنده هاشون قطع شد، چون این روش اون جواب داد و بعد از 1 سال بهترین فروشنده شد و همه شروع کردن از روش اون تقلید کردن. پس کارهای سخت رو اول انجام بدین، خودتون رو عادت بدین. حالا بعدی اصل شماره 3 اینه که از خودتون بپرسید مراحل مطلوب تو زمینه کاری شما چیه؟ مراحل مطلوب برای شما چیه؟ شما باید این مراحل رو فهرست کنید. مثلا اگه کار تجارت میکنید 7 مرحله ایناست. اول اینکه برنامه ریزی کنید، دوم سازماندهی، سوم استخدام افراد برای کمک به شماست، چهارم اعطای نمایندگی به افراد مناسبه، پنجم نظارت، ششم کنترل و هفتم ارائه گزارش به مدیران شرکته. این 7 مرحله بسیار مهمن. اگه توی یکی از این مراحل ضعف داشته باشید شرکت شما با مشکل مواجه میشه. به قول معروف زنجیر همیشه از ضعیفترین قسمت پاره میشه. ضعیفترین قسمت در این مرحله باعث شکست شما تو کار و تجارتتون میشه. در هر زمینه‌ای 5 تا 7 مرحله وجود داره. هر شغلی که شما دارید 5 تا 7 مرحله مهم داره. برای موفقیت تو این زمینه باید اونا رو بشناسید و بدونید این مراحل پی در پی هستن. یعنی ابتدا باید مرحله اول انجام بدید، بعد مرحله دوم، بعد مرحله سوم و همینجور الی آخر که در نهایت منجر به فروش و سود بیشتر میشه. پس بعد از خودتون بپرسید من چه کارهایی رو باید انجام بدم تا به سود برسم و نقاط ضعف من چیه؟ شما باید نقاط ضعفتون رو بشناسید و روشم کار کنید و تقویتشون کنید. من کسی رو میشناختم که از تلفن و بازاریابی وحشت داشتش و تصمیم گرفت در یکی از این زمینه ها بهترین بشه. اون انقدر تلاش کرد و خوب تونست مشتری رو قانع کنه تا ازش خرید کنن که امروز یکی از بهترین هاست. اونا میتونن با هر کی که میخوان قرار ملاقات بذارن. اونا تکنیکای خودشون رو برای نزدیک شدن به اشخاص، قرار گذاشتن با اونا و پرسیدن سوالات مناسب و در نهایت ارائه مناسب محصول تقویت کردن و الان تو این کار جزو بهترینان. اما زمانی اونا حتی از برداشتن تلفن میترسیدن. اما چرا از این کار میترسیدن؟ چون نمیدونستن وقتی کسی به تلفن جواب داد چطور باید باهاش صحبت کنن. اما الان این کار رو یاد گرفتن و دارن ازش لذت میبرن. اگه بدونید با هر تلفن به موفقیت نزدیکتر میشین، دیگه نمیتونین جلوی خودتون رو بگیرین و دائم میخواین تلفن بزنین، چون هر تلفن یعنی موفقیت. پس مراحل کارتون رو مشخص کنید و روی نقاط ضعفتون کار کنید تا براتون مشکل ساز نشن. چهارمین نکته در اصل توده ها اینه که فاکتور مهم موفقیتتون رو بشناسید. فاکتور مهم موفقیت مفهوم مهمیه که تو هر شرکتی آموزش داده میشه. فاکتور موفقیت مقدار یا اندازه‌ای که نشون میده عملکرد شما چقدر خوبه. بنابراین وقتی ما با شرکت‌های فروش کار میکنیم ازشون میخوایم که این مقدار رو برای ما تعیین کنن. جیم کالین توی کتابش از این موضوع به عنوان محرک اقتصادی نام برده. اون متوجه شد که شرکت‌هایی به موفقیت دست پیدا کردن که محرک اقتصادیشون رو عوض کردن. به عبارت دیگه یه محرک اقتصادی خوب میتونه باعث رشد و تجارت شما بشه. یه محرک پیدا کنید. شما باید این محرک اقتصادی رو پیدا کنید و اگه تو این موضوع اشتباه کنید میتونه باعث شکست شما بشه و باعث بشه شما از گردونه رقابت خارج بشید. یه مثال دیگه براتون میزنم. اگه یه دکتر بخواد سلامت یه شخص رو چک کنه، اولین کاری که میکنه چیه ها؟ دمای بدن رو اندازه میگیره. 37 درجه دمای بدن سالمه. اگه دمای بدنتون 37 درجه نباشه اون وقت فشار خون و موارد دیگر رو چک میکنه. اما اول دمای بدن رو چک میکنه. اگه بچه‌مون حالش بد باشه اول میاد دمای بدنش رو اندازه میگیره. این میشه محرک اقتصادی، یا بهتر بگم محرک سلامت. خب شما میتونید بپرسید محرک اقتصادی کارتون چیه؟ مثلا وقتی فروش شما پایین بیاد و اون وقت شما روند ثابت فروش رو از دست بدین، بعد ببینید مشکل چی میتونه باشه. علتهای مختلفی وجود داره. ممکنه علت ضعف در ارائه محصول باشه.
ممکنه عدم ارائه صحیح محصول نقطه ضعف شما باشه. خب حالا برای این مشکل راه حل هایی وجود داره: بازاریابی و تبلیغات. شاید هم بازاریابا کارشون رو بلد نیستن، شاید اونا تکنیک های این کار رو نمیدونن، شاید نوع تبلیغات یا محل تبلیغات یا حتی متن تبلیغات مناسب نیستن و باید تغییر کنن، و یا شاید مردم جذب تبلیغات میشن و تماس هم میگیرن اما فروشنده ها نمیتونن خوب ارتباط برقرار کنن، و یا حتی شاید مردم خرید میکنن اما خریدشون کافی نیست و مقدارشون ممکنه خیلی کم باشه، و یا تنها یه بار خرید میکنن و نه چند بار، که این خودش یه مشکل بزرگه. جیم کالینز داستانی داره که من خیلی خوشم میاد. همسر جیم برای یه گروه سمفونی محلی کار میکرد که همیشه مشکلات مالی داشتن. همه گروه های سمفونی مشکلات مالی دارن و اونا همیشه برای برنامه هاشون پول جمع میکنن و تبلیغ میکنن که مردم از گروهشون حمایت مالی کنن. جیم به اونا میگه محرک اقتصادی شما چیه و اونا میگن تعداد اعضایی که داریم. جیم میپرسه اعضای گروه چقدر سالانه پول میدن و حداقل حق عضویت اونها چقدره. اونا میگن $10 در سال. با $10 در سال به شما کارت عضویت گروه رو میدن. اون میگه شما چطور تامین میشین؟ میگن منظورتون چیه؟ میگه ما 200 300 یا 500 عضو داریم. حالا اونا میان بعد از آنالیز متوجه میشن که حدود 100 نفر از اعضا 80 یا 90% هزینه ها رو تأمین میکنن و اینا آدمای پولداری هستن که عاشق موسیقی هستن. جیم میگه بیان به جای اینکه تعداد اعضای گروه رو افزایش بدین، حق عضویت رو ببرین بالا و حق عضویت اعضای گروه رو 2 برابر کنید. برای این آدم‌ها $20 هیچی نیست و شما باید فقط یه علت خوب بهشون بگید. برای همین اونا یه عضویت طلایی تعریف کردن. اعضایی که عضویت طلایی داشتن میتونستن با نوازنده ها قبل از اجرای برنامه دیدار داشته باشن و بعد از مراسم هم در جشن شرکت کنن. اونا دعوتنامه هایی فرستادن تا اعضا عضویت طلایی خریداری کنن و خیلی این عضویت رو گرفتن و حمایت های خودشون رو 2 یا 3 برابر کردن و این گروه سمفونی با این روش تونست یکی از مشهورترین گروه های سمفونی تو کشور بشه و در ضمن مدیریت اعضا هم بسیار راحت تر شد چون فقط با 100 نفر سر و کار داشتن. متوجه شدید منظورم چیه؟ تغییر محرک اقتصادی میتونه تمام تجارت شما رو زیر و رو کنه و اگه از نتایجی که به دست میارید راضی نیستید، فکر کنید تا متوجه بشید. ممکنه محرک اقتصادی مناسبی انتخاب نکردید و باید اونو تغییر بدید. بنابراین فاکتور مهم موفقیت یا اندازه‌ای که موفقیت تجارت شما رو تعیین میکنه چیه و چجوری میتونید به اون اندازه برسید؟ یه مثال براتون میزنم. مورگانزی یکی از دوستان منه. مورگان یه رستوران داره، حتما میشناسیدش. رستوران های مورگان که درجه 1. مورگان خیلی تبلیغات میکرد تا مردم رو جذب کنه. من این موضوع رو با مدیر داخلی اونا چک کردم. اونا یه مطالعه انجام دادن که ببینن مشتریاشون چند وقت یه بار به اونا سر میزنن. اونا متوجه شدن مشتریا هر 2 ماه یه بار به رستورانشون میان. بنابراین تصمیم گرفتن به جای تبلیغات بیان و خدمات بهتری رو به مشتری ارائه بدن تا اونا ماهی یه بار به رستوران بیان. اونا این کارو کردن و بعد از 6 ماه مشتریاشون به جای 2 ماه یه بار ماهی یه بار به رستوران میرفتن و فروششون 2 برابر شد. بعد سعی کردن هر 3 هفته یه بار مشتریا رو به رستوران بیارن. برای همین خدماتشون رو باز هم افزایش دادن و مشتریا 3 هفته یه بار می اومدن و باز هم فروششون افزایش پیدا کرد، طوری که فروش سالیانه‌شون $695 میلیون شد و اونا پولدار شدن. پولدار. خیلی خوب، نکته اینجاست که اونا محرک اقتصادی رو از تعداد مشتریای جدید به تعداد دفعات مراجعه مشتریا تغییر دادن. به جای اینکه بابت تبلیغات هزینه کنن، تصمیم گرفتن خدمات بهتر و عالی‌تری ارائه بدن تا اونا دفعات بیشتری به رستوران بیان. این خدمات مثل رزرو میز برای مشتریا، ایجاد یه محل قشنگ و آرامش بخش، پخش موسیقی زنده و خیلی چیزای دیگه بود. و جالبه برای همین خدمات کوچیک مشتریا بیشتر و بیشتر به اون رستوران میرفتن تا اینکه رفتن به اونجا براشون یه عادت شد و برای همینم صاحب رستوران کلی پول به جیب میزنه و سرمایه‌دار میشه. شما هم میتونید همین کارو بکنید تا مشتریا مرتب بهتون سر بزنن. این بهترین استراتژی توی کسب و کاره و باید شما اینو یاد بگیرید و ازش استفاده کنید. پس اصل 4 فاکتور مهم موفقیت بود. فاکتور مهم موفقیت یعنی بهترین استراتژی توی کسب و کار. خب حالا میریم سراغ نکته بعدی. نکته بعدی یکی از مهمترین اصل هاست و اونی که
چه کاری هست که فقط و فقط شما میتونید انجام بدید که اگه خوب انجام بدین شما رو متفاوت از بقیه میکنه؟ این سوال بسیار خوبه که باید از خودتون در مورد زندگیتون بپرسید. کاری است که فقط و فقط شما میتونید انجام بدید و باعث بهبودی زندگیتون میشه. برای اطلاع از این کار شما باید دقیقاً بدونید کی هستید و خواستتون چیه. هیچ کسی نمیتونه این کار رو برای شما انجام بده و فقط شمایید. دیگران میتونن شما رو راهنمایی کنن اما فقط شما میتونید انتخاب کنید و با این انتخاب شما مسیر زندگیتون رو مشخص میکنید. شما و فقط شما میتونید تناسب اندامتون رو حفظ کنید و ورزش کنید، غذای سالم بخورید، خوب کار کنید و خوب استراحت کنید. توی تجارت اگه شما کار نکنید هیچ کس جای شما کار نمیکنه. در واقع هیچ کس به جز شما نمیتونه کار شما رو انجام بده. توی تجارت شما باید هر ساعت و هر روز از خودتون بپرسید چه کاری است که فقط من میتونم انجام بدم و با انجام اون زندگیمو بهتر کنم. اگه این کار رو واقعا خوب انجام بدم زندگیم و شرکتم رشد میکنه. اگه انجام ندم هیچ کس این کار رو برای من نمیکنه. اما اگه انجام بدم و خوب انجام بدم قطعا نتیجه میگیرم و اون کار هر چی باشه باید روش متمرکز بشین. تمرکز روی اون کار خیلی مهمه. این کار در واقع کاریه که بیشترین تأثیر رو توی افزایش درآمدتون داره، چون پتانسیل زیادی توی این کار هست و شما باید اون کار رو انجام بدین و خوب هم انجام بدین و تو اون کار بهتر و بهتر بشین. اون وقت میبینید همون کار به تنهایی و بیشتر از هر چیزی که فکرشو بکنید روی کسب و کارتون تأثیر میذاره و با انجام اون به موفقیت میرسید. آخرین نکته‌ای که میخوام درباره اصل توده ها بهتون بگم مربوط میشه به قانونی که ما بهش میگیم قورباغه رو قورت بده. و شما باید اولین کاری که وقتی بیدار میشین انجام میدین خوردن قورباغه باشه و حتما قبول دارین که چندشاورترین کار ممکنه. قورباغه یه نماده و دشوارترین کارتون اینه که اگه 2 تا قورباغه دارین زشترینشون رو اول بخورین. دومین مسئله اینه که نباید بشینین و به قورباغه زل بزنید بلکه باید اونو بخوریدش. فقط قورت بدید. پس اول مهمترین کارتون رو انتخاب کنید. مهمترین کارتون، کاری که اگه اول انجامش بدین تمام روز بهتون انرژی میده، کاری که فقط خود شما میتونین انجامش بدین و بعد برید کارهای دیگه‌تون رو انجام بدید. بهتره که روزتون رو با یه فهرست شروع کنید. فهرستی از تمام کارهایی که باید انجام بدین درست کنید و بعد از خودتون بپرسید که اگه بخوام فقط یه کار رو از این فهرست انتخاب کنم اون کار چیه؟ و بعد بیاین دورش خط بکشید و با اون کار شروع کنید و تمام تمرکزتون رو روی اون کار بذارید. انقدر باید روی اون کار تمرکز بذارید تا 100% کار تموم بشه. 100% کار تموم بشه. یکی از ویژگی های افراد موفق اینه که اونا تموم کننده هستن. تموم کننده. روانشناسا سالها پیش متوجه شدن عدم موفقیت در تموم کردن کارها باعث ایجاد استرس میشه. این موضوع به اصل کارهای نیمه تمام معروفه. کار نیمه تمام باعث ایجاد استرس میشه. به کار نیمه تمام حلقه باز هم گفته میشه. حلقه باز کاریه که شروع کردین اما هنوز تکمیلش نکردین. با تموم کردن کارهای نصف و نیمه این حلقه رو میبندید و کلی انرژی میگیرین. در واقع ذهنتون اندروفین آزاد میکنه که این بهتون احساس آرامش، انرژی و شوق و اشتیاق میده و اعتماد به نفستون رو بالا میبره. نکته جالبش اینجاست که اگه از مهمترین کارتون شروع کنید و با تمرکز روش کار کنین تا به اتمام برسونیدش و این کار اولین کار شما تو روز باشه، مثل این میمونه که یه بطری نوشابه انرژیزا اول صبح بخورین. اینطوری تمام روز انرژی بیشتری برای کار دارین. به قول یکی از اساتید دانشگاه بقیه روز شما پرواز میکنید.
و مثبت‌تر، با انرژی‌تر، خلاق‌تر، با انگیزه‌تر و با روحیه‌تر و عالی‌تر کار میکنید. همه اینا وقتی اتفاق میفته که مهمترین کارتون رو اول از همه انجام بدید و پیش از هر کار دیگه‌ای اون کار رو تموم کنید. اینطوری بهتر روزتون رو شروع میکنید و عملکرد اون روز 2-3 برابر بیشتر از روزایی میشه که با خوندن روزنامه یا چک کردن ایمیلاتون یا کارایی که هیچ ارزشی ندارن شروع میکنید. وقتی کسی میگه من به همه زنگ نمیزنم و فقط به مشتریای خوب زنگ میزنم، فقط داره سر خودشو کلاه میذاره. واقعیت اینه که فروشنده های موفق با 30 یا 40 نفر در روز تماس میگیرن. یه داستان یادم اومد. مربی فروشنده های یه شرکت بزرگ بیمه برای فروشنده ها سمینار آموزشی گذاشته بود. آخر سمینار میگه خانم ها و آقایان، اگه هر روز با 10 نفر تماس بگیرید میتونید سال اول کارتون $50,000 درآمد داشته باشید. اگه از هر 10 تماس حداقل 3 تاشون به ملاقات حضوری و از این 3 تا یکی به بستن قرارداد منجر بشه، میتونید تا آخر سال $50,000 بابت پورسانت قراردادا بگیرین. اما یه دفعه یه نفر از ته سالن میگه که ببخشید آقای مربی، اگه من روزی 20 تا تماس بگیرم میتونم $100,000 پول در بیارم؟ مربی میگه بله امکانش هست، لحاظ تئوری میشه، اما هیچکی نمیتونه روزی 20 تا تلفن بزنه، همون 10 تا برای شما کافیه. بعد میگه اگه من 30 تا تماس بگیرم چطور؟ میتونم سال اول 150,000 تا در بیارم؟ مربی میگه صبر کن تو نرو. اگه 40 تا تماس بگیرم چطور؟ درآمدم $200,000 میشه؟ مربی میگه دیگه نمیخوام درباره این موضوع حرف بزنم. خانم ها و آقایان، به این آقا توجه نکنید و روی همون 10 تماس تمرکز کنید. مربی میگه بعد از سمینار اون مرد به سرعت از اونجا میره. اون مرد ساعت 6 بیدار میشده، از ساعت 7 شروع میکرده به تماس گرفتن و برای فردا قرار میذاشته و با مشتری‌ها صحبت میکرده. اون 5 روز هفته روزی 40 تا تماس میگرفته و سال اول درآمدش به $204,000 میرسه. پس نتیجه میده. اگه پشت کار داشته باشین هر کاری جواب میده. من حدود 2 سال پیش برای شرکت بزرگ سخنرانی داشتم. همین چند وقت پیش یکی از مدیرای اونجا رو دیدم که به من گفت شما کار ما رو رونق دادین. گفتم چطور؟ گفت با همون روش 100 تماس که دربارش صحبت کردین. و من وقتی اینو شنیدم خیلی خوشحال شدم. روش 100 تماس خیلی ساده است و خیلی راحت میشه ازش استفاده کرد. توی این روش باید 100 تا تماس بگیرین و اصلا براتون مهم نباشه که این تماس‌ها به فروش منجر میشه یا نه. یا مثلا تصمیم بگیرین که برین و با 100 نفر رو در رو صحبت کنین. اصلا مهم نیست که اونا ازتون خرید میکنن یا نه. میتونین مثلا با خودتون قرار بذارین که از امروز با 10 یا 12 یا 13 نفر قرار بذارین و باهاشون صحبت کنید. حالا اصلا براتون مهم نباشه که میتونید بفروشید یا نه. میتونید با بقیه همکاراتون وارد این مسابقه بشین که زودتر میتونه 100 نفر رو پیدا کنه و باهاشون قرار بذاره و وقتی موفق شدین میتونین برین و یه جشن برای خودتون بگیرین. بهتون قول میدم با خیلی از اینا که باهاشون صحبت کردین میتونین قرارداد ببندین و محصولتون رو بفروشین. چیزی بهتر از این میخواین؟ اینطوری عملکردتون چند برابر میشه و دیگه هیچی نمیتونه جلوتون رو بگیره. نکتهش اینه که اصلا براتون مهم نیست که میفروشید یا نه. در واقع فکر فروش باعث میشه وقتی با تلفن حرف میزنید یا برای قرار ملاقات میرید استرس داشته باشید و نتونین خوب عمل کنین. اما اگه فروش براتون مهم نباشه دیگه این استرس رو ندارین و راحت تر میتونید حرف بزنید. من الان اینو بلند گفتم اما شما همین فکر رو تو ذهنتون تکرار کنید. وقتی استرس ندارین با مشتری راحت تر ارتباط برقرار میکنین. فقط هدفتون این باشه که 100 تا تماس بگیرید، کار محور باشین، هجومی عمل کنید و یه سر رو به جلو حرکت کنید و در آخر روی مهمترین کارهایی که میتونید انجام بدین تمرکز کنید. یه فهرست از کاراتون تهیه کنید و به ترتیب اهمیت مرتبشون کنید. تمرکز روی مهمترین کارتون باعث میشه درآمدتون افزایش پیدا کنه و به موفقیت نزدیکتر بشید و شما در زمینه فعالیتتون مشهور و مهم خواهید شد و باعث میشه از زندگیتون لذت ببرید و این هدف خوبیه. هدف خوبیه، درسته؟ خیلی ممنون. خدا نگهدار.